السلام علیکم بیننده های عزیزی من امروز در یکی از کوچه های شهر سمرقند هستیم برای تبریک کردن البته حاجیان را آماده هستیم و آن لحظه ها را میخواهیم پیشکش شما میکنیم. البته از نام فرزندان حاجیان را تبریک میگوییم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدرجان های عزیز، السلام علیکم اهل ساکنان شهر سمرقند قندمند، مادران مهربان. من امروز در این ماه شریف رمضان در سلطان ماه ها، در این خانواده پرشکوه، در دیدار بینی شما عزیزان در بالای افطاری سرجم آمدیم با مناسبت امروز حاجیانه، مادری مهربان، مادری غمخوار 4 فرزندی مهربان. البته گلچهره خاله جسیزاد روز داشته. اگر دست ما خالی باشد یک کار سر. السلام علیکم مادری مهربان، زادرزتان مبارک باشد. امروز مولود خدسته را مبارک باد میگوییم. ما شما را تبریک کنی آمدیم از نام 2 پسر نازنینتان، از نام 2 دخترک شیرین، از نام البته خورشیدکه، دلشدکه، شاهی دایتی، شهزاد دایتی، از نام کلید پادشاها، نمرینه های از هم شیرین شما را تبریک میکنیم. امروز برای ما فرشته خاندان ما، آفتابی زندگی ما که برای ما همیشه درخشان هستند، مادر عزیز ما زادرزدارند. میخواستیم که در سر ما همیشه شکوفان شده، مانند گلهای بهاری همیشه زیب خاندان ما شده گردند. ما بسیار ناز میبینیم، بسیار دوست میداریم مادر ما. آنها هستند که ما به چنین درجه رسیدیم. مادر ما هستند که ما از هیچ کس کم نیستیم. در سمرقند از همه انسانی بای هستیم گوییم مگر خطا نمیکنیم. ما در خردی از ناز و نوازش های شیرین مادر ما با بای رسیدیم. حالا هم در خاطر ما هست که همه دختران ما کلید ها الله خواهانگر الله های شیرین مادرم با خاطرم می آید و این خصوص برای مادری مهربانم رحمت رسانید. تاج سری ما شده، زیب خاندانی ما شده گردنگر، ما از هیچ کس کم نیستیم. برای مادرم رسانید که همیشه تاج سری ما شوند و میرسد کارم و گوشم الله‌های مادرم. زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و ریزبان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی‌های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهواری محبت‌های او گشتم کلان، گیر مو بر دیده مالم خاک پای مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. برای مادر ما جانمان را فدا کنیم به عزت. مادری ما در حیات ما در حقیقت فرشته خاندان ما هستند. بسیار دوست می‌داریم، بسیار حرمت میکنیم. برایشان چقدر تحفه ها بیاریم، چقدر زر و زیور دنیا را برایشان بیاریم اگر کم است. چرا که خودشان چشمه خشک نشونده مهر هستند. خودشان برای ما هستی حیات و هستی دنیای ما هستند. البته از نام تمام فرزندان شما را تبریک میگیم. در اینجا گروه‌های زیبا را میبینیم. برای مادر مهربان خرسک بزنیم، گروه‌ها را میسپارم. مبارک باشد. مبارک باشد. مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگوییم. بگذار حاجیانه 120 ساله شوند، عمری دراز، خانه آبادی، تینجی، صلح و آبادی، فقط خرسندی همراهشان باشد. زادرزتان مبارک. از نام برادری عزیزم، از نام دلشدکه، از نام فرزندانتان شما را تبریک میگوییم. بار دیگر صمیمانه و عارفانه. زادرزتان
البته مهمانان عزیز در این خیلی بزمه‌های زیبا در این خیلی ماه شریف رمضان چقدر نیت‌ها گوییم کم است که هر یک آرزوهای ما را فرشته‌های راهگذار آمین گفته اجابت می‌کرده است. حاضر ما باشد نیت و سخن‌های نکو را از زبان حاجیانه بشنویم. مرحمت. دوست بلند آباد بین برسه او ویرانه هم دوست قدم خوی مسیحکن ویرانه در کاشانه هم انتظار حق منور دل کشانر بزمغه گر قدم خوی سر قباحت یغلگه آستانه هم عزیز اصرمizning عزیز آنلره عزیز odamlardan so'raydi qadrin fursat g'animatdir shohsatirlarla bezamoq chog'idir umr daftari. Assalomu alaykum hurmatli va aziz mehmonlar. Mana bugun hojijonamiz Gulcherovani tug'ilgan kunlari yaqin. Ilohim yuzga kelsinlar. 6 yil burun biz bu kishi bilan hajda bo'lgan edik. Do'stlar bilan umrini yayrasin, do'stlar bilan davrini sursin do'stlar. Mehnatin qoyil qilib davrini sursin do'stlar. Tansihatliklar bilan 100 yoshga kirsin do'stlar. Xo'sh qarib davr davron sursinlar do'stlar. Her kishi elini şad etib de ko'nglida g'am bo'lmasin. Mana shu yerga hojijonamizni izzat qilib hurmat qilib kelgan ekansizlar. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bosib kelgan qadamlaringiz dard ko'rmasin. Ko'zlaringizda nam bo'lmasin. Ilohim hojona yuzga kirsinlar. Onalarni huzuru halovatini ko'rsinlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sizni payg'ambarlar sarvari savduli ulug' jannat gavhari shu kunlarda qilib siz uchun tilovat Qur'onlar shu kunlaringiz hojonajon bo'lsin muborak. Alloh mehribon sog'liqni ochmoya بیدار بیغم که سرکوی بچه گفت هم سرکوی همه کم و سو من گردید اما وقت بچه گفت هم حضور شدیده دوگی همینا شدن با الله نشر گردونده دو دنیا صحبت شدیده حجام جو تولدتون مبارک شد. Eğer karsak şavar böyle sıkanhoy hociyana ha mübarek olsun. Albatta hozir hojiyona Gulchehra xola va nazdi shuma du pisaratonlar yakanga taklif mekunیم. Niyat karda baroy shuma yak shirini tayyor kardiga Allah. Modari mehriboni mo xudason albatta yak shirintarini zindagi mo hastad. On taomhoy bo lazzatashon ro go'yim zabon mo dushvor است. Albatta ba nazdaton Xurshid aka, Dilshod aka agar bemalol bo'she magar ba nazdi modarjon taklif mekunیم. Marhamat Dilshod aka hamrohi Xurshid aka yakta nazdiktar beton. Marhamat شما نزدیکترین صدا همراهی مادرجان دختران کلین پاشاها یک جای نیت کرده شیرینی را میبریم کارت همینجا تیار بوده یک تا کاردا نزدیکتر بیارن مرحمت حاضر حاجیانه خرم زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادرم هست بالای سرم ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم من ببینم درد و غم لیکن نبیند مادرم مادری من هیچ وقت درد و غم را نبیند در سری ما سایبان شده گردن ما از هیچ کس کم نمیشویم نزد شما نزدیکتر میبریم تا پای یک جای نیت کرده ببریم شیرینی مرحبا Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
امروز رو مبارکباد میدیم. دلشاد اکا یک جای نرفتن همراه علم اولیاتان یک جای یک تخشیر که ما سرود شیخ تیار کردگی یک تخشیر که برقصیم بعد از آن با ما جواب مرحبا. بالا بیننده های عزیزی ما تماشاگران شبکه شهنان امروز با تکلیفی دلشادکه به خاندانشان مهمان شدیم. البته در این افطار مهمان شده آن لحظه ها را پیشکش شما کردیم از نام خودشان از نام نزدیکان خواهر و برادرشان مادری مهربان حاجیانا را تبریک کردیم. آن لحظه ها را پیشکش شما کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهنان. برای شما رحمت برای باوری سلامت باشید. خوش جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک
باشه ما اهل هنر خواهیم خوشبخت زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشن زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروز شما شادند از آن که روزی فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک